روزنامه خطلان در همکاری با ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت خطلان آزمون ایجادی بهترین مقاله را در حجم 4 صفحه اعلان می‌نماید. خواهشمندان مقاله‌های خود را در موضوع دوست داشتن وطن، سازندگی و آبادکاری، سهم صاحبکاران وطنی که بهر آبادی وطن سهم می‌گذارند و حاجیانی که مبلغ حج خود را برای آبادکاری، بنیادکاری و سازندگی صرف می‌کنند، اینچنین درباره خدمت در سطح قوه‌های مسلح آماده است. اشتراکیان می‌توانند مقاله‌های خود را با واتساپ و تلگرام ما با رقم‌های در روی اکران بوده ارسال نمایند. غالبان را تحفه‌های ارزشمند انتظار است. برای جای یکم 1500 سومانی، برای جای دوم 1000 سومانی، برای جای سوم 600 سومانی مقرر گردیده است. اینچنین سه اشتراکی فعال را 300 سومانی دیگر انتظار است.